این خانم خسیس بود و نمیخواست گاز استفاده کنه. برای همین به شوهر 90 سالش گفت که برو جنگل و برامون چوب بیار. اما از اونجایی که بارون باریده بود زمین خیس بود. پاش سر خورد و شکست. خرج بیمارستانم $4000 شد و بعدش دوست آشنا برای عیادت اومدن و با خودشون هم سیب آوردن. خانم اول سیبای خرابو میخورد چون نمیخواست که حیف بشن. بعد تا اونا رو میخورد سیبای سالم هم خراب میشدن و به خاطر مسمومیت غذایی دوباره کارشون به بیمارستان کشید. $600 هم پیاده شدن. خانم گفت حالا که اینقدر هزینه کردیم حداقل باید توی برق صرفه جویی بشه. آقای توی تاریکی میخواست بره دستشویی و پاش گیر کرد و دستش هم شکست. بچه‌هاش این قضیه رو شنیدن و اومدن که به خانواده‌شون سر بزنن. دختر خانم وقتی دید غذای فاسد روی میزه اونو انداخت توی سطل آشغال، اما خانم غذا رو کشید بیرون و گذاشت توی شام اون شب تا غذا بیشتر بشه. اون شب کل خانواده راهی بیمارستان شدن، ولی خانم با خودش میگفت که خدا رو شکر که صرفه جویی کردم وگرنه خرج بیمارستان چه جوری باید میدادم.